السلام علیکم بیننده های شبکه شهنان، مخلصان برنامه تاجیکانه. امروز همراهی جماعه خود در زیارت و استراحتی جایهای سمرقند هستیم. امروز ما در مجموعه رگستان در این شام بسیار هم نکو در این ماه شریف رمضان برای زیارت در اینجا آماده هستیم. عزیزان، چقدر که شکرانه خداوند را میکنم که ساکن این شهر عظیم هستم. شکرانه وطن را میکنم، شکرانه استقلالیت ازبکستان عزیز خود را میکنم که برای ما اینقدر آبادی، آزادی، تینجی، صلح و وحدت، هر آن چیزی که هست بهر ما آماده است. امروز ما باز تاکید میکنیم در مدرسه رگستان هستیم. آن میدان کلان را، آن مدرسه های زیبا و تاریخش چندین کهنسال تاریخ دور و دراز دارد پیشکش شما میکنیم. البته برای شما تماشابین ها که در دور از وطن هستید، یادی وطن دارید، این جایهای تاریخی، این جایهای زیبای وطن عزیز، شهر عظیم سمرقند را برای شما حواله میکنیم. مانند همیشگی و هر روزه با ما باشید. امروز آدما بعد از افطاری تمام ساکنان، مهمانان، توریستا از هر کنار برای تماشای این دردانه شرق آمدند. شنیدن کیبوت مانند دیدن. رفتیم نگاه رگستان از نوارهای جماعه شهنان پیشکش مخلصان و بیننده ها کرده می شود. والا بیننده های عزیز ما، گواه آن شده ایستادیم که در این ساعت 10 شام در این وقت هم ساکنان، مهمانان که از تمام دوری ها آمدند، از تمام بیرون از وطن آمدند، در زیارت میدان رگستان هستند. البته کوتاه کرده آن لحظه ها را پیشکش شما میکنیم. بیننده ها کمی باشد هم یک لحظه ها را امکان نشد که هم صحبت شویم با کسی. البته یک لحظه های خردکک، یک لحظه های تاریخی را در بالا چندین مراتب قید کردیم که ما کتابی با نام شهنان را آغاز کردیم. در آن کتاب پر از رنگارنگی باید شود، باید یک خیل نباشد، موضوع هر گونه باشد. امروز در زیارت سمرقند قندمند پگاه ممکن در نزد شما میشویم. البته با ما باشد. هر روزگی هر وقت نیت نیک میکنیم که دنیا را ضبط کرده، تمام دنیا را در زیر علم کتاب شهنان جای کنیم، فقط روزهای خرسندی را و استقلالیت وطن عزیزمان هیچ وقت چشم نرسد میگویم. با ما باشد. رحمت، سلامت باشد.